خانم رفت پیش معاویه گله کرد. معاویه گفت بی تربیت فلان چی، برو علی پرروتون کرده، گم شو بینم. زنه که برگشت بره همونجور داشت زیر لب میگفت صلی الاله علی قبر تضمنه، گفت درود خدا بر اون قبری که عدالت رو در بر گرفت، عدل رو دفن کردن. معاویه گفت برگرد تیکه به کی انداختی؟ عدل رو دفن کردن یعنی من ظلمم دیگه. گفت هیچ آقا ببخشید. گفت نه باید بگی. گفت منو معاف کن. گفت نه نمیشه. گفت خودت داری میگی دیگه، میگی علی شما رو پر رو کرده. یه روزی علی ابن ابی طالب که مثل تو نبود، نماز که میخون چجوری امیرالمومنین نماز میخون، دستای مبارکشو بالا برده بود، تکبیرهای مقدماتی رو گفته بود، اومد بگه الله اکبر نمازو شروع کنه، من گفتم پشت پرده بودم به من ظلم شده. میگه من از شکاف پرده گفتم به من ظلم شده، دستشو بالا برده بود، اومد بگه الله اکبر، دست مبارکشو پایین انداخت. اون نماز اول وقت آدما وایسادن، بیا جلو ببینم چی شده. گفتم آقا فلان جا این استان داره ظلم میکنه. میگه شروع کرد گریه کردن، نگفت خفه شو، شروع کرد گریه کردن. امیرالمومنین که نمیخواد ظلم کنه، امیرالمومنین هم ظلم نمیکنه، عدل محض. حالا یه مسئول غلطی اجرا کرده، گفت بگونم چیکار کرده. میگه من توضیح دادم، شاید با اخبار دیگه هم که میرسید حضرت به یقین رسید اون مسئول خطا کرده. باز نگفت بذار نمازو بخونم الان بهت میرسم. میگه به ابو رافع فرمود چیزی بیار، حکم عزلشو صادر کرد. بعد به این پیرزنه داد، گفت خودت ببر تو شهر، تو میدون شهر بخون که مردم بفهمن اگر جایی خطا دیدن علی دنبال خطا نیست، خودت نماینده تام الاختیار منی پیرزن، برو حکم عزل و استاندار و والی رو فرماندار رو صادر کن.